بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا. به ادامه درس‌های گذشته پروگرام فتوشاپ، پروژه که امروز مد نظر گرفتیم، چگونه میتونیم بالای یک شخص یک دریچه را ایجاد یا اضافه کنیم. خب به خاطر از این کار بالای فتوشاپ کلیک میکنیم. منتظر میباشیم تا پروگرام فتوشاپ باز شود. زمانی که پروگرام فتوشاپ باز شد، در ابتدا یکی از استایل های دریچه را وارد پروگرام فتوشاپ میکنیم. در قسمت فایل بخش اوپن آمده، حکم از فولدر میبرایم. یک فولدر دارم به نام استایل، این باز میکنیم اوپن. در اینجا مشاهده میکنید دریچه های مختلف وجود داره. شما میتونید نظر به علاقه تان یکی از دریچه را انتخاب کنید. به طور مثال من میام این دریچه را انتخاب و بعد اوپن. خب متوجه باشین کاری که ما در اینجا میکنیم، اولین کار باید قلف از بین برید. ماوس میاریم بالای قسمت، چپ کلیک از ماوس میگیریم و این کش میکنیم به طرف سطل. میبینید قفل از بین. بعد چیکار کنیم؟ میبینید در این قسمت بک‌گراند سفید است، باید بک‌گراند کاملا از بین بریم. پس سلکت کنیم. به خاطر سلکت کردن قبلا هم گفته بودم اینجا گزینه وجود داره به نام کویک سلکشن. اینجا کلیک میکنیم. بعد اندازه را کمی بزرگتر میسازیم، 500 به اندازه 35. یک بار میایم بالای قسمت ساحه سفید، متوجه باشین بالای دریچه کلیک نکنین، ماوستان بالاتر بیارین، یک بار اینجا کلیک میکنین تا که مکمل انتخاب شد. ببینید دریچه انتخاب میشه. اگر به طور مثال و شما مثال میتونید این قسمت دریچه هم انتخاب شد، باید این از سلکت بکشید. چگونه؟ از کیبورد آلت میگیرین. من برای شما کیبورد مجازی را نشان میدم و اسکن میارم که آلت کدام است. کیبورد آلت میگیریم، این گزینه یا این دکمه رو به نام هالت یاد میکنیم. پس من هالت میگیرم و چپ کلیک افشار میتونم. در قسمت میبینید دور شده میده و یک قسمت و یک قسمت هم تا ساحه دریچه باید انتخاب نشه. بعد از این کار که انجام دادیم دیگه هم زوم میکنیم. اینجا اشتباه آلت میگیریم تا قسمت سلکت بره، اما میبینید در قسمت انتخاب نشه، ایره هم سلکت میکنیم. بعد از این کار که انجام دادیم از کیبورد دلیت افشار میتیم. میبینیم بک‌گراند مکمل شد، حذف شد. بعد از این میریم شخص را میریم که میخوایم بالایش دریچه را اضافه کنیم. فایل اوپن، از این فولدر میبرایم. چگونه برایم؟ بالای یکی از عکس ها یا یکی از فولدر ها کلیک کرده بک اسپیس افشار میتیم. تصاویر ما در کجا وجود داره؟ فوتو ادیت، بالای فوتو ادیت کلیک کرده بعد اوپن. در اینجا اشخاص مختلف وجود داره. شما میتونید بالای تصاویر خود کار انجام میتین. به طور مثال من میایم در قسمت این شخص را انتخاب میکنم با شکل، بعد بالای اوپن. میخوایم بالای از این دریچه را اضافه کنیم. پس چگونه؟ میایم بالای عمود دریچه در این قسمت دو دانه عکس داریم، یک عکس فیلی کردیم و یک عکس دریچه. بعد این ابزار به نام موو این را انتخاب میکنیم، ماوس میاریم، چپ کلیک از ماوس فشار میدیم و ماوس خود بالا میبریم بالای این تصویر و بعد در این قسمت ماوس خود و چپ کلیک رها میکنیم. مشاهده میکنیم بسیار دریچه کلان است. به خاطر انتخاب کردن دریچه و سایز کوچک بسازیم از کیبورد کنترل میگیریم امرای تی. ماوس میاریم در این قسمت چپ کلیک افشار میدیم، ایره میاریم در قسمت پایین به این اندازه و ماوس در این قسمت میاریم باز هم چپ کلیک میگیریم، ایره بالاتر. این از قسمت کمی پایین تر یک کم بزرگتر میسازیم. این کار انجام دادیم. زوم میکنیم. به خاطر زوم کردن متوجه باشین از کیبورد کنترل میگیریم، امرا با مثبت تصویر بر ما نزدیک میکنیم. حال این رقم به اندازه شخص آماده کنیم. باید این قسمت های دریچه در قسمت گردن و یک قسمت هم به یک قسمت عیار شود یا آماده شود. پس بالای تصویر در اینجا راست کلیک، یک گزینه داریم به نام ورپ، انتخاب میکنیم. سعی کنیم چپ کلیک میگیریم، در این قسمت ماوس میاریم تا که اندازه ما در دیگه جای اینجا کلیک نمیکنیم، ماوس رو میاریم چپ کلیک از کیبورد فشار میدین، در این قسمت قرار میدین بالا سعی کنین و ماوس چون این قسمت هم در اینجا قرار بگیره، ماوس میاریم طرف سمت چپ کلیک میگیریم و هیره هم در اینجا قرار میدیم. از اینجا میریم کم پیش آمده، پس میاریم باز هم چپ کلیک میگیریم، هیره به این اندازه قرار میدیم ترش. حال چی مشکل وجود در این قسمت؟ رنگ سرخ از لباس قبلیش مونده. چگونه از بین بریم؟ بالای تصویر بک‌گراند پایین یک بار کلیک میکنیم و از اینجا یک گزینه داریم به نام چی؟ برش انتخاب کرده. بعد میایم در قسمت رنگ چی است که سفید انتخاب میکنیم و اوکی یک بار چک میکنیم. البته میباشیم رنگ اولی را انتخاب کرده
بعد رنگ بک‌گراند چی رنگ؟ سفید. پس ما میم از اینجا بالای رنگ سفید کلیک میکنیم تا رنگ از بک‌گراند کپی کنه. سایز کمک چی میکنیم؟ از قسمت کوچک 250 زیاد است، به اندازه مثلا 74. بعد چپ کلیک میگیریم این قسمت کنترل زد. یک کار دیگه هم میکنیم، اینجا سافت برش انتخاب یکم چی باشه سخت‌تر انتخاب. چپ کلیک میگیریم یکم سایز هم بازم کوچک میکنم. مشاهده میکنید چقدر زیبا شد. کنترل جایی که اشتباه میکنیم کنترل زد یا اندازه برش رو کمی خردتر کنیم. این کار که انجام دادیم بعد میم بالای لیر اولی خود کلیک کرده، به خاطر که این قسمت ها را به شکل دروغ نشان نده که ریشی دروغ است، باید کم چی کنیم؟ خیره کنیم، یعنی بلور. پس میم اینجا گزینه وجود داره یا ابزار به نام بلور تول کلیک کرده، چپ کلیک میگیریم سعی کنیم این قسمت ها را کمی بلور میکنیم که ریشی ساختگی معلوم بشه. آلت کنترل منفی میخوایم برش کنیم این قسمت ها از بین بره. پس به خاطر برش کردن ما این ساحه را کار نداریم، تنها این قسمت کار داریم. پس میایم بالای ابزار کرب، ماوس کم بالا چپ کلیک میگیریم این ساحه را انتخاب. توجه باشین قسمت های ساحه سرخ انتخاب نکنیم و بعد از کیبورد انتر یا بالای تک مارک کلیک میکنیم. مشاهده میکنیم دانستیم یک دریشی را اضافه کنیم. یک مثال دوم هم کار میکنیم. میایم در قسمت فایل اوپن، بازم بالای به طور مثال بالای اینی شخص میخوام چی رو اضافه کنم؟ دریشی. شخص انتخاب میکنم. بعد بالای از این کدام تغییرات میرم استایل دریشی میرم فایل اوپن. از فولدر بخوایم برایم بالای یک تصویر کلیک کرده و بک اسپیس کدام از در کیبوردتان در قسمت علامه که یا دکمه که حرفا را پاک میکنه فشار میتیم. بعد میریم در قسمت استایل اوپن. اینجا به طور مثال ای بار من دریشی های زیاد وجود دارد، مثل این دریشی انتخاب و بدن. در دریشی اولین کار که میکنیم چی؟ باید قلف از بین برید. ماوس میرین در قسمت چپ کلیک و در قسمت رها میکنیم. بعد از این باید این ساحه رنگ سفید انتخاب کنیم. پس از ابزار کویک سلکشن یک بار میم اینجا کلیک میکنیم یا چندین بار کلیک میکنیم تا مکمل انتخاب شد. متوجه باشید قسمت های بالا انتخاب شد، بالای دریشی انتخاب نشه، قسمت هایش انتخاب نشه. بعد از کیبورد دلیت فشار داد. بعد ابزار انتقال یا موو گرفته از کیبورد کنترل همراه با چپ کلیک میگیریم. این در کجا انتقال میدیم؟ در قسمت. بخوایم سایز دریشی خود شود کنترل همراه تی و ماوس میریم در قسمت سمت چپ بالا چپ کلیک از ماوس گرفته و ماوس به طرف پایین میریم. باز هم ماوس در اینجا میریم چپ کلیک میگیریم کمی بالاتر و از قسمت سایز کمی خرد میکنیم. به اندازه شخص آماده میکنیم. به این اندازه بهتر است. کمی دیگر هم کلان. حال این کنترل مثبت باید این قسمت ها را برابر گردنش بسازیم. پس در روی این ساحه رایت کلیک بالای رپ کلیک کرده یا ورد ماوس میریم در قسمت چپ کلیک ایده به اندازه این قسمتش قرار میدیم و ماوس میریم به طرف چپ ایده هم به اندازه ای متوجه باشین این قسمت که داخل آمد ماوس میریم ایده پسر. بعد از او انتر فشار میدیم. مشکل چی وجود داره؟ این قسمت های لباسش معلوم میشه. پس میایم در قسمت بک‌گراند چی را انتخاب میکنیم؟ برشه. متوجه باشین قبلا رنگ بک‌گراند سفید بود، ما میتونیم با سادگی رنگ تبدیل به سفید کنیم. اما این قسمت رنگ است، چگونه رنگ را تبدیل کنیم؟ میایم بالای رنگ اولی یا فوری بک‌گراند کلیک کرده. خب رنگ از کجا کپی میکنم؟ سعی کنیم اینجا رنگ سفید است. پس میایم بالاتر از این رنگ انتخاب و بعد بالای اوکی آل میایم این قسمت ها میم از اینجا هم ابزار نرمتر انتخاب میکنم. میبینین به این شکل هم میتونین و یا هم گزینه دیگهش ما میم از بالا یک رنگ تصویر انتخاب میکنم خوبتر است. یعنی قسمت ها رنگ از بک‌گراند کپی گرفتم و بخوایم این قسمت هم مانند بک‌گراند میشه. بالای فوری بک‌گراند کلیک کرده ماوس میرین از این قسمت ها رنگ کپی بگیرین تا مطابقت به بک‌گراند کنه. چپ کلیک بگیرین فشار بدید. چقدر زیبا شد. حال میایم بالای لیر اول این قسمت ها رو گفتم باید چی کنیم؟ کم خیرتر یا بلور بسازیم. ابزار بلور را انتخاب کرده بعد چپ کلیک میگیریم این قسمت ها رو کم بلور میکنیم تا معلوم نشه. حال کنترل منفی میخوایم کرپ کنیم. بالای ابزار کرپ کلیک کرده چپ کلیک گرفته ایسا را انتخاب و انتر. میبینید چقدر زیبا و چقدر خوب شد. شما میتونید مثال های مختلف کار کنید بالای تصاویر مختلف. البته متوجه باشید تصاویر روشن‌تر نتیجه خوبتر میده. این تصویر به خاطر که کمک جرجرک است